ما میفهم که او اگه به سرا ما بیا اینجا خرج برج را میده سوال مشتیخر میشه میزنیم به بوکس به کلپ میزنیم اینجا با ما خونریزی مغزی پیدا میکنه اعتصاب سر میشه او که اعتصاب سر شد انا نمیتونیم علاج به پیدا کنیم باشه بابا سکان خصوص خیلی بیدار چند دقیقه خودی اختلاط کنم کاکا خصوص خیلی کاکا خصوص خیلی ما این خیلی شیم نه خیلی چی خنوکه کاکا خصوص چای میخوریم بیارم به شما بیارم نه چای نمیخورم خب چی گفته دیگه برادر خنوک میخوریم خنوک میخورم آقا خوشم و مثل که برفتم بازار رفتم خوشم و کجکی برفتم به بازار رفتم نه خدا منو کی بیا خب چی گفته دیگه قرار نداری کاکا خصوص بله یک چند کلمه گپ به شما داشتم بخشش باشه که مزاحم خود شما هم شدم خدا ببخشه خدا کنه بعد شما نه اگه بعد شما میای که اصلا نه اگم نه چه بد میگه بعد شما نمیای چه کنیم کاکا خصوص نه شما تقریبا 3 سال میشه به میسرام شیشته من یک طبق اول هم هست میرم دست شما خیر بینی خونه تو تشکر زنده باشیم دو خونه داره مثلا دهلیز باش پس خونه و حموم هم حساب کتاب برابر به میسرا مثلا شیشته شما اگه پول برق خطبه دادیم ندادیم هیچی پول موته مثلا تخریب و خراب میسرا هر جا میشه سرا من مجبورم تیار کنم اشلنگ و برق و گروه پسویت و ساکه بفهمیدیم که مثلا نمیتی چیزی عوارض خود شما میفهمید به جریان یک دم سویچ خراب میشه یک دم ساکت خراب میشه یک دم فیوز حتی صندوق میپره یک دم برق قطع میشه نمی پوم خراب میشه تانکر سوراخ میشه اینا همه به جمع خود مله راست دری بیام شما تا حال مثلا به عنوان امی سرا به هیچ جای مصرف راست میگی واقعا راست میگی فهمیدین کاکا خسرو همین کارا داره من الان تصمیم گرفتم گفتم من به خدا همی سرا من و همی دکونه دیگه عید ندارم باور کنم من دختر شما به بالای خو فرزند شما نظر پرسان کنم بیشتر وقتا میشه که به تا همی کیسی ما و همی خونه ما و زندگی ما و همی دکون دری به پیدا نمیشه کاروار اینی حال کو کارواره همی سرا من حداقل همی توقف به این کاکا خسرو بم هر رقم آدم بود امید به 4000 روپیه کرایه میکنه اطراف دفتر همی خوب کرایه بود دیگه میخوام این دیگه شما کنم میشیسته می دیگه 4000 روپیه کرایه میدادم 4000 نه 3000 روپیه کو خسرو اگر شما میسته که میجگاه بشینیم مشکل نداره تا می ساعت و ثانیه شما خودم ما بودیم بعد از این مجبوریم کو خسرو به ما کرایه بدیم اگه دوست داریم بود 3000 روپیه به ما کرایه بدیم اگه دوست نداریم تا آخر میبور جمع بشینیم ما باز به دفتر حساب میکنم که میتوقف بین و کرایه بده یعنی رمضان می زمستون دیگه نیت داری تا از کرایه بستنی خود دیگه کاکا خسروی تنه خو ما معلوم مجبوریه من 3 سال اینجا بشیشیم تا بالا شما نگفتم چنین چنان خیلی کنی تو من مجبورم خب باشه دیگه با خوشتو بیای نصرتا کنو فکرا خوب بکنیم به خوشتم بگم سکن که چی میگه خوب گپ نیم مشکل نداره خوشی من روانه بابا سکن چی میگه مقصد که شهر زمستانی هست من دو بچه منو تا شما جیگر رو سر و زمین ها کشته خود خواهد دکم کشته مندی دارم زمین ها خود منیه این سال شاید 50 من 100 من گندم حساب و واقعا باشه منو میارم حساب و صفحه خرج من خانواده من دیگه ما پول زیادی چیزی نداریم کارگیری یا ما گندم بفروشیم چیزی بفروشیم خدا بده که ما 3000 تا چی میگه تو 4000 کارا بود صحیح خیر باشه اون باز به خوشی من بگم یک چیزی به شما میگم که دق نشه نه دق نمیشم چه دق شم من 3 سال مثلا اینجا بشیشتیم همین آدمی 3 سال حساب کنه کاکا خسرو شما هم برج 3000 روپیه بعد کرایه میدادیم همین 3 سال چون حداقل مال 1 لک روپیه هم بالا در قبول دارم برج 3000 به سال 36000 راست میگی واقعا درست میگی کار دیگه تو مرفتم کاکا خسرو خونه چه بینی زنده باشه با خوشتو بیا خدا خوشتو گرد زنو سگن چی میگه خدا باشه سخت زمانه شده دومود منه تو سگ باید شب زمستون به راه نمیکنه میگه بیا با تو ما کرا بده
وای 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 وای. عباس گنده نباشی. سلامت بشی که جیبی میدی. او دانر بسته میکنی. نی زمین واسه او میدم که او تاجو نایه با. عباس بله میگه غم نداری بوز بخه. بوز نبود برو داتا مرغ مرده بخه. خب بوز رد بوز اینا یلکو همیته که بیامدم یک گلاس چای میآوردی میفهمیده که من به سر میز اینا صبح داشتم جون میدم. ایاد نبر حالی ترمز چای هم خودی خومیو. چی از یادتون نرفته؟ عباس بله میشنوی تو چی میگم؟ نه بگو هر چی میگی بگو دیگه. دوماد ما دوماد ما؟ رمضان بیامد به پیش بیارمی. خب با بابا گفته بابا کوکا خسور گفت ها. گفت آنی چند وقت شما به می سرا شیشته این. خب نه کرای دادیم نه دگه دادیم نه دگه دادیم. خیلی بینه تمالو که از ما کرانه هستم. خیلی بینی از این به بعد دستم هم تنگ شده میبینی من هیچی به بساط ندارم. خب اگه شما به من کرا میدین که به می سرا شیشته ایم امیت سنگ سنگین به جا خو بشینیم امی فکر کنیم خونه شمانه زنده شمانه زندگی شمانه. خب با اگه نمیدیم کرا ما مجبورم که امی تبع خوما بودم یا به کرا بودم یا به گیره بودم یک رقم بکنم. شما نیه میتونی جامعه خود که پیدا کن. نیه دانم و بنا اگه دروغ بگم. همین تو گفت آه اینه این دوماد میته کاری کرده. آقا خب بیا من نگو بروی چی؟ چی میگفت؟ گفتک باشه خوشو تو بیای خودی و سلام و صلات کنم با به تو خبر نمید. از کرا چی گفت؟ چند کرا میده؟ گفتک طبق من به 4000 روپیه کرایه میکنن شما 3000 بده. یاری من نمیفهم با یک حساب کجی خیلی بینه تمال اگه از ما کرانه اگر شد زن من نمیفهم که امی دوماد ما یکی بری ازی گفته می خسور تا مختار وقت مفت میشیشته می سرا دگه نمایی که بشینه ای بیدی که یا کرا بده یا مفته دگه نه نشه. گفته کی گفته دیگه حالا کم میگم خیلی بینه عشید و بخیل ما خیلی داریم. تمال خودی رو چیز کرد. خب یاله باشه که رفتین گپ میزنیم تو برای اکتماس چای آورده بیار بده. حالی خلاص شده دیگه بریم به سرا چای دیگه با ما برم اما ذره تا بیان 2 ساعت میشه. آی زمین تا لگه نخورده با کجا ما این برم مه؟ و این زمین مثل که به 1 ساعت او میخوره. خب برو اما تا صبح او به بالای از این زمین بیای هنوز او نمیخوره. این پر گندمیه برا تو نمی. تموز چای بیار وقتی برو بده. برو کجی برو زید نکم یک تموز چای ورده بیار مامه. اخی دیگه نمیتونم گردن بن علاق جون. خب بیا بده که چیکار کنی پیش امیتا من؟ دل من بیل میزنی بیا کایم بیلزن بیا. یک فیر سردل و حوصله آورداری چی به من هم بکو کار هیچ خوب بکو که برین زود شو کارو خلاص کن. آه 2 ساعت میشه که میر برای چای را کدام حال پیدا شده. کار کنم دست از برار کجا برم اشته کنم خودی ازی. خدا مبارک کنه آی بر همه کس یار یار لا 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 اگر تو صبح ری کنم برات کفن آیا مردر بزر کنم میایی؟ مردر بزر کنم میایی؟ زن باشی یا مرده فرق نمیکنه هر مرگ که مویه باشه. خب. آخه تو برارم از کی میشه گرفتی؟ من همینجی تاشم کار میکنم حلق گلوم من خوش شد دگه تشنگی. آخه دگه حلق گلوم که تشنگی خوش شد دگه از کی که تو رفتی؟ خسور شما هم
تو چی آوردی برای من از که اگه 1 ساعت هم بشه برفتی بگو تو رو برای کنم که برو چای بردار بیا. اینا چیه جوشه؟ چی جون میداد اگه امو زن بابا سرا چه کار میکرد نمیتونست کم چای با تام اینا بندازه آن دشملک وا. اینا هم که یخه من چی میفهم خودو؟ من چی میفهم؟ تاشون غیر از اختلاط و غیر از اختلاط. هیچ چی نه خیر من از تو دیدم نیم از این زن خود دیدم به خدا قسم ای فنون بمود ای فنون. آه خدا میگم خسار شما نمه خیر خوشی بیرو کرده و اثرا کار کردن اثرا خود رمزون بیرو کرده رمضان باجیشم. باجیمه خسر خور از سراخو بیرون کرده. آه. گفتم ما چون 22,000 یا 10,000 ما چون 4,000 چند کرایه بده اگه میشینی به 22,000 کرایه بشی اگه نمیشینی کاکا خسارنت دوم به خیریت شورده بره که رفتار تو رو ببینم. تو چی میگی گیله خود خو چی گپ داری من نفهمیدم. کی مستقی بگه کجی کجی گفته که کجی این به من گفته گیله گفتم گفته اگه میتونه انا با ما گفته که انا شما کرایه بدین انا حالا ما چه کار کنیم پیار میگه ما آدم یخن کنده در بدر مسکین که ما مال اگوشنگی تهزی نمیگیره. حالا بخول اینا جواب داده از سراخو کی جواب داده؟ رمضان باجیم اینا بخول از سراخو جواب داده که بریم برات کار خو بریم کی جواب داده؟ خسر می او تا قواد اگه نه جواب داده کجیر میگو تا برای خوب بگو چکو چی میگه مثلا اگه باشه با ما یه خونه بدن فلان دمزیورن بیایم بشینیم زندگی رو اینجا طلب کنیم شما چی میگیم لالا؟ چکو گیل لگمه چی بگم خب اول که رمضان همی کار نباید میکرد حالا که جواب داده آمادن خسر ما به سرام خوبه که بیا خیر باشه غمی نداره حال روز زمستانی ما روی به زمین نمینازم بزو خونه میدم به خدا ما از میترسم که مگر همیشه روز و چاش تو صبح همه گیبم تر گردن و بیچاره باشه چرا که خسر ما امید برادر می جای میگرده که جای باشه که فقط هم لقمه نونی پیدا شه که برای بغل تو بخوره. حالا میفهمید نه قصور شما دق نشیم لالا خوب گردن ما بند باشه به تمام افغانستان اول بیرق بالا کنم نمیشته ماما نوروز مفخور کل ما هم هزیمی میترسم خیلی برات مف میگرده ما هم هزیمی میترسم حاله بیلا که مف میخوره او اما ما میفهم که او اگه به سرا ما بیا اینجا خرج برج میده سوال مشتیخر میشه میزنیم به بوکس به کلپ میزنیم اینجا با ما کونریزی مغزی پیدا میکنه اعتصاب سر میشه او که اعتصاب سر شد انا نمیتونیم علاج پیدا کنیم. وقتی تا گپا لنگ با هوای به پیش من نزن وقتی تو دای وقت برای آدمی تا گپا میگردی وقتی برو با ما چای بیاره برد اینا رو ببره. خوبه اینا رو کجا میبری؟ بله اینا رو کجا میبری؟ نمیگه برام چای بیار چای ترمز گفتم برو بیاره آها گلاسا بخوره برو بگم چای که خدا قسم بگو نمارشون بیا خودت گپ بزن تو با ما چی یا رو جوش رای میکنی ام یخ تو برس پیاله رانه بشم سگو که یخ یا نه بگی بالا شما نریزه یخ دیگه با تو میگم برو که روز شام میکنی بخور گلاسه با باله مرختی دیگه چیکار میکنی بعد پیاله کجا میبری که سر من خدا و رسید شما خراب کردیم من دیوانی جون نکردیم ماما خصوص شما رو بیری کردم چی من قبرستون که بیرون کردم باز اولو یا گوام کما دختر خونیه برو دیگه بگو چای دم که حلق گلوم خوش شده توش نگی بدر کردم چیکار کنم دیگه نمیشه که تاج کنم بابا سر خوب بزنو او مردم دست شما دیوانه شدم دست شما